سلام بچه، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از ریاکت مانگا و یا خوندن مانگای جوجوتسو. و عرض کنم خدمتتون که دیشب یه استریم رفتم و دو تا چپتر 228 و 229 رو خوندم. امروز قراره که حالا تا هر چی شد تا این والیوم 26 رو تمامش کنم. خیلی طولانی میشه احتمالاً. عرض کنم خدمتتون که یه نکته خواستم بهتون بگم این هستش که احتمالا من این رو ادیت نمی کنم، همینجوری آپلودش میکنم چون ویوش کمه و خب ادیتش هم ذره زمان بره. به خاطر همین دیگه میخونیم و سریع رد میشیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. اگه آماده باشی بریم سراغ چپتر 230 نبرد سرنوشت ساز همچنان همونه، پارت 8. برو بریم. ماهوراگا رو احضار کرد دیگه آقای سوکونا که تو بدن مگومی بود. ببینیم که چی میشه. پس ماهوراگا اونه، سلاح مخفی خاندان زنین. میمی میگه یه شیکاگامیه که میتونه خودش رو با انواع حملات وقف بده، خودش رو با پوچی مطلق هم وقف داده. اینو ایتادوری میگه. گوجو ساتورو حرکات ماهوراگا رو میدونه. تو مبارزش در برابر یوروزو درسته؟ سوکونا از توانایی وقف شدن ماهوراگا استفاده کرد تا بتونه تکنیک ساخت و ساز یوروزو رو پی ببره. اوکی. ضربات تضمین شده قلمروها در مجموع 5 بار همدیگر رو خنثی کردن. ضربه تضمین شده گوجو ساتورو هر چیزی که داخل قلمرو بود رو تحت تاثیر قرار داد. هرچند ضربه تضمین شده سوکونا به جز خودش هر چیزی که داخل قلمرو بود رو تحت تاثیر قرار داد. که این یعنی ضربه تضمین شده ای که سوکونا رو هدف قرار گرفته بود هنوز سر جاش بود. اون 5 بار ضربه تضمین شده پوچی مطلق تحمل کرد تا بتونه باش وقف پیدا کنه و کسی که در حقیقت اون ضربات رو تحمل کرد فقط در عرض 1/100 ثانیه خودش رو پوچی مطلق وقف داد. امکان نداره همه اینا تو 1/100 ثانیه. نه تنها چرخ نچرخید بلکه ماهوراگا رو بلافاصله بعد از ضربه ایمان احضار کرد. یعنی سوکونا برای وقف پیدا کردن ماهوراگا همه چیز رو تحمل کرد. What the fuck؟ کسی که برای استفاده از وقف ناپذیری داشت آسیب میدید روح مگومی بود. او چون مگومی رو داریم میبینید بچه ها. به نظر میاد یه چیزی میخوای بگی. غیب شدن. نه والا فقط خوشحالم که وضعت انقدر وخیمه. نه به وخیمی تو. خیلی اوضاع خیته. راستش رو بخوای فکر میکنم تحمل ضربه پوچی مطلق که فقط توی قلم رو فعال میشه خیلی سخته. به خاطر همین بود که اول اصلا میخواستم این امتیازات رو بگیرم. وقتی نمیتونستم داخل قلم رو از تقویت قلم رو استفاده کنم با تکنیک دستایی کاری کردم فوشیگورو آسیب وقف پذیری رو به دوش بکشه. چقدر پوفیوزه. نتیجه نتونستم از هیچ تکنیک نفرینی دیگه به جز اونی که وابسته به قلم رو بود رو استفاده کنم، ولی ارزشش رو داشت. ولی فکر کنم مجبورش کردی پروسه وقف پذیری رو تحمل کنه، نه نتیجه‌ای که در پیداش رو. سوکونا نه روح مگومی و نه روح تو با پوچی مطلق وقف نشدن. اگه دوباره قلم رو گسترش بدن ماهوراگا نمیتونه نجات بده. چقدر اینا ریوکی تنکای زدن. حمله بعدی همه چی رو تمام میکنه. سوکونا نمیتونی دوباره قلم رو گسترش بدی. درد ناگهانی. what the fuck چی شده؟ خون دماغ شد.
چه اتفاقی افتاده؟ مثل اینکه داشتم حق داشتم نگران میشم. چی شد؟ با استفاده از با استفاده از تکنیک نفرین معکوس برای بازی به تکنیک نفرینی از کار افتاده، زیادی به خود فشار آوردید. تکنیک های نفرینی یه جایی تو قشر جلوی سمت راست مغز هک شدن. خب رفتیم تو بحث زیست. تو داشتی مغزت رو با تکنیک نفرینی نابود و دوباره با تکنیک نفرینی معکوس درمان میکردی تا تکنیک نفرینی از کار افتاده رو بازیابی کنی. امکان نداره انجام این کار حتی برای یه بارم که شده، امکان نداره انجام این کار حتی برای یه بارم که شده خطرناکه. او گوجو پس خودش رو داغون کرد. قسمتی از مغز که تکنیک‌های نفرینی بهشون مربوط میشه مثل جعبه سیاه، درمان کردنش اونقدر آسون نیست. پس تقریبا 4 بار مرده. او و اگه دوباره انجامش بده میشه 5 بار. فکر کردم گوجو دیگه به درمان مغزش عادت کرده، ولی اگه داره از خودش عوارض نشون میده پس یعنی سوکانا کمتر ازش استفاده کرده. تو وضعیت بهتریه. او در مقایسه با درمان کردن پوست و استخوان یه سری محدودیت ها هست. اگه قلمرو گسترش بدی یا میمیری یا دیگه دقت لازم برای مبارزه رو نخواهی داشت. خون دماغ شد و نشست رو سانوش. دفعه بعد قلمرو رو با یه حصار میبندم تا دیگه جایی برای فرار نشه. شت، دست بالا رو گرفت کن. و در حالی که دارم تکه تکت میکنم خودم رو به اون ابدیتت وقت میدم. خدا حافظ قوی ترین جادوگر جوجوتسو. شت، خوش شانس بودی و تو دوره به دنیا آمدی که من نبودم. به عنوان قوی ترین جادوگر شناخته شدی، ولی الان معلوم شد که به طرز دردناکی معمولی هستی. شت. ریوکه تنکای زد. کی زد ریوکه تنکایو؟ شت، همه علامت سوال شدن. قیافه سکونا رو چش و چالش داره خون میاد. مدت زمانی که پوچه مطلق سکونا رو تحت تاثیر قرار داده بود 10 ثانیه هم نمیشد. What؟ 10 همون 1 ثانیه میشه دیگه. ولی بازم درست مثل گوجو اونقدری به مغزش آسیب رسید که گسترش قرار رو برای سکونا غیر ممکنه. مثل اینکه خیلی خوب تاثیر داشته. کجا رو دانش آموزام دارن تماشا میکنن، همشون کیف کردن. پس کمکم کن بالتر به نظر برسم. اوکی. شت. یه مش زد تو صورت سکونا. قدرت بی‌نهایت و تنهایی که برمقا میاره. من کسی هم که قرار در مورد عشق به درس بده. دوباره دست بالا رو چیز گرفت. دوباره دست بالا رو گوجو گرفت. بود عجب چپتری بود. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. 231 هم بچه ببینیم کم کم. خب من این تنظیماتشو اینجا انجام بدم. تنظیماتشو اینجا انجام بدم. اوکی، بریم بچه ها چپتر بعدی. بریم چپتر 240 231 نبرد سرنوشت ساز شینجوکو فلان، همون پارت 9. کی تا حالا یه مشت محکم از گوجو خورده؟ من که نه، اما سعی کردم بهش مشت بزنم ولی انگاشم بهش نمیرسید. پاندا میگه مطمئن نیستم محکم حساب بشه، ولی یه بار سعی کرد با تکنیک نفرین نامحدود بهم ضربه بزنه. منم همینطور. اوکی. از لحظه برخورد از تکنیک
لحظه برخورد از تکنیک آبی خوش استفاده میکنه تا انرژی تقویت شده مشتاش رو با انرژی نفرینی افزایش بده. بوم. علاوه بر افزایش قدرتش مثل این میمونه که یه مشت متقابل یا پادمشت به خورده باشه، یعنی حتی با اینکه خیلی عادی بهت مشت میزنه تاثیرش خیلی بیشتره، بدتره. پس درد داره. من که بالا آوردم استفراغ کردم. شت. نانامین هم همینو گفته بود. اگه میخوای به جادوگری ادامه بدی خودت رو با گوجو مقایسه نکن. حرفت باحالی. ضربات قدرتمندی که زدنشون برای من میتونه کار دشواری باشه، برای اون یعنی مثل آب خوردنه. راستش رو بخواین مثل اینه که اون دیگه چه جونوری. به عبارت دیگه هیچ ایده‌ای ندارم که حرکت بعدی گوجو قرار چه باشه، پس بی خود نپرسید. چقدر قویه گوجو. اوه آقا به نظرم واقعا خفن ترین فایت دنیای انیمه قراره بشه. انیمیت شدن این نگاه کنید فقط. گومپ هنوز دارن هم دیگه رو تیکه باره میکنن. The fuck. تیپ توجی فوشیگارو رو زده کجا. او پشماش ریخت گوش سکونا اینجا. shit what the fuck چی شد؟ چند کلون از خودش ساخت؟ چی شد؟ پشماش ریخت انگار سکونا. بگیرش. گاه چیه؟ گاه خودمونه. او واو. چه مشتی بهش زد. پرتش کرد اونور. اوکی اومد رو چراغ راهنمایی رانندگی. طلسم فرو از 10 گنجینه مقدس داره ماهوراگا رو توی چرخه هماهنگ به شکل بی‌نقص به نمایش در میاره. بعد از اینکه یه ضربه به ماهوراگا میخوره گردونه میچرخه و اون باهاش سازگاری پیدا میکنه. اوکی چرخیدن، گردونه داره میچرخه اون باهاش سازگاری پیدا کرده. وقتی ضربه تقویت شدهش به میخوره گردونه ماهوراگا سیاه میشه. حتما معنیش اینه که توی ادغامش اختلال ایجاد شده. شاید نتونه از گسترش قلم رو استفاده کنه اما میتونه قدرتش رو تقویت کنه، چون قسمتی از مغزش که آسیب دیده با تکنیک حصار در ارتباط. اوکی اون نمیخواد من سازگاری پیدا کنم، برای همه از تکنیک دیگه‌ای غیر از انحراف استفاده نمیکنه. گمونم اینجوری با عقد جور در میاد. اوه دوباره جفتشون دارن میخندن. از ماهوراگا استفاده نمیکنه. این یعنی سازگاریش با پوچی مطلق توی 5مین بار تکمیل شده. میگه پس نامحدود بودن گوجو یه تکنیک رو به وجود میاره که برای انجامش لازمه گردن چندین بار بچرخه. امکانش هست در حال حاضر انجام این کار کار غیر ممکن یه چیزی خیلی طبیعی برای اون دوتاست. راست میگه خیلی فایتشون لولش بالاست. متوجه شدی؟ الان 4مین دور تکمیل شده درسته؟ فقط 3 دور مونده. این تعداد دفعاتی که گردونه میچرخه تا موقعی که با مصدوم بودن من سازگاری پیدا کنه. 3 دور دیگه مونده. شمارش معکوس ها تا موقعی که اون پوزخند رو صورتت پاک شه. تا موقعی که اون پوزخند روی صورتت پاک شه. خب جفتمون دوست داریم پوزخند بزنیم. راست میگه جفتشون هم واقعا میزنن. و من حتی به اینقدر زمان هم نیاز ندارم تا بکشمت. ببینم اون یادش رفته بدن میگومیه. نه فکر نکنم. اشکال نداره ادامه بدم و فراموش کنم. اشکال نداره ادامه بدم و فراموش کنم. خب این چپتر هم تموم شد. خیلی سریع و سوسکی و شیک و مجلسی. بریم چپتر بعدی بلافاصله. 231 دیگه فایت دیگه بچه. فایت دیگه اونقدر هم چیز نمیشه. سری بچه سری اصلا دست به گوش ما نمیبریم.
دست به گوشمون نمیبریم. خیلی خوب بچه ها، چپتر 232 همون عنوان پارت دهم. این چرخش دومه. زود باش گوجو، فقط 2 چرخش مونده تا با سکونا که سکونا با مسئولیت گوجو سازگاری پیدا کنه. وای وای، دوباره فایت داریم. نگاه کنید. اوه چیکار میخواد بکنه گوجو؟ قلم رو شما گفت یه چیزایی اظهار کرد. چیه؟ شت، چی شده؟ یه نگاه اینجوریه مثلا وادهل سکونا رو اینجا داریم. خب دوباره گوجو یکم سکونا رو گرفت. او یه ضربه دیگه بهش زد، زخم زیدیش کرد. چرخش سوم فقط یکی دیگه مونده. برای سازگاری زمان نیازه با تجربه. چی شده؟ او گرفتم. منظور اینه که سازگار شدنش بعد از یه بار ضربه خوردن و صرف زمان برای تحلیل و بررسی اون حمله است، یا بعد از چندین بار در معرض اون حمله قرار گرفتن رخ میده. ضربه زمان سبشه سازگاری، ضربه سازگاری. او خب با در نظر گرفتن این که گوجو تو این بازه زمانی از تکنیک نفی خوش استفاده نکرده، یعنی کدوم حالت میتونه باشه؟ فعلا تنها چیزی که میتونم بگم اینه که هر دو حالت ممکنه. what the fuck. حالا باید کارشو تمام کنم. گوجو میگه تا اینجا کاملا متقاعدش کردم، تنها چیزی که استفاده میکنم تکنیک آبیه. این زمانبندی باعث میشه که نتونه بهش سازگاری پیدا کنه. اوکی. تکنیک نفرین او قرمز رو زد، ولی نگاه سکونا چرا اینجوریه؟ انگار یه چیزی مطمئن یا میدونه. زدش. او گوجو چیز میگه، یه تچی داد، یعنی نه. از تقویت استفاده کرد تا آسیب رو به حداقل برسونه. حتی اگه با تقویت بازده کم تکنیک نامحدود رو خنثی کنه، بازم قادر به خنثی کردن کامل پوچی آبی قرمز نیست. او این فکر کنم هیگوراما درسته. سکونا ازش پیشی گرفت، داره سازگاری پیدا میکنه. بی‌دقت شدی چون دستت رو خوندم ترسیدی. او راستش قرمز هنوز فعال نشده. وات؟ منم مثل سکونا شد قیافه حالا. شیت. او یه آهی کشید سکونا از پشت که اینطور. شکل ساختمون از اول نقشش این بود که قرمز از قبل از به خود دور ساختمون بگرده. او الان دیگه میزنتش. شت دوباره به همون نقطه ای از بدنش ضربه زد که اون دفعه زده بود. چه خوشگل کشیده اینو. رد سیاه. او چش سکونا رفت. همه پشماشون ریخت. چش سکونا رو رفت پای خودش. او چیزم گردونه هم افتاد. وات؟ چی شد؟ سایه افتاد. چی افتاد؟ او مهورگا چی نزنتش. کار نداره سنس. او میترسم بزنم. مهورگا آمد بیرون که بابا ریدم توش. این چیه؟ ای بابا آقا این نبرد عادلانه نیست واقعا. این نبرد عادلانه نیست. بابا این احضار میکنه. این نباید اینجوری باشه. به خدا شاده. و این داره تقلب میکنه به خدا. آقا بریم چپتر بعد.
233 پارت 11 هنوز تمام نشده. شت، یه ضربه ای زد فکر کنم به چیزی، زخم و زیدی کرد. سازگار شدن سوکونا با بی‌نهایت سنسی تازه اونا رو برابر کرده، ولی وقتی بحث آسیب و درمان کردن باشه سنسی میتونه سریعتر چی؟ نه، شوکو میگه سرعت درمان کردنش داره پایین میاد. مطمئنم بعد از زدن تکنیک قرمز هنوز میتونه تکنیک معکوس استفاده کنه، ولی بازدهش داره کاهش پیدا میکنه. ببخشید، با آسیبی که به مغزش وارد شد. چقدر سیگار کشید شوکو. این برای سوکونا هم صادقه. با اینکه حریف پادشاه نفرین هاست، گفته میشه قوی ترین تو کل تاریخه. فکری که هیچ کس اون رو در نظر نمیگرفت شروع به پخش کردن کرد. گوجو ساتورو ممکنه ببازه. شیت. خود گوجو آخرین بار کی بود از این احتمال باخبر بود؟ نمیدونم. او فوشیگورو جوابش واضحه. در عین اینکه نشانه های شکست پدیدار میشن، احساس خیلی شدیدتری هم به سرعت بروز میکنه. رضایت. قوی ترین جادوگر بودن با احساس تنهایی و انزوا همراه بود. پس منشأ حس رضایتی که الان داره چیزی نگفت. این مهارگای حمال خیلی قویه. از اون ورد سوکونا هم هست. پارامیتا یعنی چی؟ وجه ستون و نور. این تکنیک، این ورد نفرینه دیگه. من نمیتونم بخونم چی نوشته. داره سعی میکنه بازه کاهش یافته رو به حالت اولش برگردونه. تکنیک من نفرینی معکوس. چش سکونا رو. What the fuck، این چیه؟ خرگوشا رو آورد بیرون. هنوزم به خاطر ردسیا درد میکنه. کجا میگه؟ خب دیگه وقتشو بیرون بیای. قرمز. مهاراگا با بی‌نهایت من سازگار شد، پس تو حالت تهاجمی قرار گرفته. سوکونا نمیخواد نابودش کنم، پس اونم حالت دفاعی گرفته. که این فن تکنیکای فوشیگورو رو داره میزنه، مگومی داره میزنه. یعنی داره سعی میکنه که فضاهایی برای حمله مهاراگا ایجاد کنه. یه سگ کپسول داد سمتش. کپسول آتش نشانی. خب مرتیکه متقلب. اون حالت دست امکانه. فن چوسو رو داره میزنه، خون سوراخ کننده. شت، اینو چجوری داره یاد گرفته؟ what the fuck. 2-1 دارم میزنه. ناموسن چیز دیگه، انصافا این قبول نیست دیگه. 2 تایی دارم میزننش، بلکه 3 تایی اون خرگوشان بودن. پس خودش رو فقط وقف دیاره. وقف هم درست. ساپورت کردن نمیکنه. وقتی مهاراگا بی‌نهایت من رو خونسته سوکونا از اون فضا برای حمله استفاده میکنه، که یعنی این نبرد 2 در برابر 1. گفتم که نمیشه واقعا. در واقع نباید بتونه از قدرت یه شیمیگامی بدون اضافه کردنش استفاده کنه. استفاده از فیل قولبکه برای ایجاد خون سوراخ کننده به اندازه من تو کارش استاده. فیلر هم داره آخه. تا وقتی که اون رو به صورت خارجی به قلمرو اعمال نکنه، نمیتونه همزمان از معبد شیاطین و تکنیک دستایی استفاده کنه. شاید چون به بی‌نهایت من سازگار شده و اندازه کافی منابع برای تکنیک نفرین رو داره، تونسته شیکیگامی های دیگه ای رو به جز مهاراگا احضار کنه. این یعنی سازگاری به تکنیک قرمز باید بیشتر از سازگاری به انحراف موقع تکنیک نفرین طول بکشه. ترجیح میدم اون مهاراگا برگ برندم رو دونه دونه از دستم در بیاره. سوکونا اشتباه برداشت کن. این 2 در برابر 1 نیست. نوع تماما چی؟ هیولاهای ادغام شده آگیتو. فاک چی داره میشه؟ اینا کیان؟ شت، 3 در برابر 1. این از کجا اومد؟
شبیه آدم فضایی کوچولو شدی. کوچولو گم شده ای. سکونا میخنده. آقا این خنده نداره، این چجوری بزنه گوجو اینا رو؟ او برخورد آقا 3-1 واقعا ناعادلانه است. ستایی دارن میزننش، اون از این ور داره میزنه، این از زیر داره میزنه. آقا مگه میشه همچین چیزی؟ قرمز میگه من گوجو دیگه چجوری اینو یه قرمز هم ول داد، تاثیر چندانی نداره و فقط هم به خاطر این نیست که بازدم پایین اومده. فقط یه بار با قرمز بهش ضربه زدم که ضربه اصلا مستقیما، پس شاید سازگاری ماهارگا بلا فاصله از چی؟ 0 تا چی؟ 0 تا 1 نیست و به تدریج اتفاق میفته. این یعنی یه راه برای نابودی ماهارگا باید از اون استفاده کنم. زمان بره و سکونا هم داره به نسبت بهش محتاطانه عمل میکنه. به خاطر همینی که عوض سازگاری به قرمز داره حمله میکنه، ولی انتخاب دیگه ای ندارم. باید این رو با تکنیک پوچی مطلق تموم کنم. What the fuck What the fuck What the fuck واقعا. اینم از این بچه. این چپتر هم تموم شد. من به نظرم اینجا تمامش کنم. ببینم چند چپتر دیگه مونده. 233 ایم. 1 2 3 4 تا خوندم. 27 دقیقه هم شد. خب اینو من استوب میکنم بچه همین الان که ویدیو بعدی بشه یه ویدیو دیگه، یعنی یه سره نشه. آره خب این از این. دمتون گرم بچه، مرسی که نگاه کردید. نظرتون هم حتما بگید اگر میبینید. بریم سراغ چپترهای بعدی. پشمام ریخت واقعا.